زبونیسا دولت‌آور تنورساز است. با اصولی بابایی تنوری نانپزی می‌سازد. این ساکن دهه شاهبیکه ناحیه بوسه هرچند 72 ساله است میگوید تا حال خود را مانده حس نمی‌کند و در ساختن تنور قادر است که به درون آن چند مرتبه درآید و برآید. یک میخچه را میگیرم، بندک میبندم، امی وجب ایمه 20 سانتی متر. امی 22 وجب امی میگیرم، خودش میخچه را جای آمده میزنم. باینده میزنم، گرد سیرکل میفتیم سیرکل. ام خیلی گرد میکنم، گرد میکشم خطاو، بعد خشته با خطی کشتگی میمونم. بعد میچینم. تنورسازی به زبونیسا دولت‌آور از والدینش میراث مانده است. میگوید حالا چکدان‌هایی که با قالب آماده می‌شود کار بیشتری مردم را آسان کرده است. اما با این باور است که تأمینان در تنورهای ساخته او دیگر است. نانی چکدانی امی خدکند بولازت است. بولازت دیگر ایده در چکدان خدکن میپزی خیلی خودت راحت میکنی در پختن نان. یک تنور را این زن تا یک هفته می‌سازد. این در حالی که ساکنان با خریدن تنوری آماده از بازار می توانند در یک روز صاحب تنوری نانپزی شوند. هرچند تنورهای آماده در بازار مشتریان او را کم کرده است، اما تا حال هفته 2-3 نفر در او را میکوبند. در مومین‌آباد چکدان کردم، 3 چکدان در قشلاق چرگی بولو، قشلاق پدرم. مشتریان خانم دولت‌آور اساساً افرادی سال خورده‌اند که نسبت به تفدان‌های برقی به تنورهای بابایی برتری می‌دهند. زنهای سالخورده کوهستان هم قصه میکنند که تا سالهای 2000 در اکثر نواحی منطقه کلاب چکدانها از سیاه خاک آماده میشد و بیشتری مردم از ناحیه بوسه این خاک را به ناحیه‌های خود میبردند. چکدان داخل همه چیز میکنی، دنگچه را میکنی، سمبوسه را میکنی، کلچه را میکنی، پیروگ میکردیم. نه قناق پیروگ کتا کتا و چینو چینه بود. دخوفکه در دخوفکه نفن میکردیم، در ایدون هم خداری میپختیم. چکدون چیزی خوبه. ضمناً پژوهشگران میگویند که تنورهای زمینی و روی زمینی در دو منطقه تاجیکستان رشت و ختلون از سالهای پیش رواج داشته است. حالا در هر خاندان تاجیک تنور دیدن ممکن است که بیشتری زنان در آن چپاتی، کلچه و نانهای گوناگون آماده میکنند. تا 4-5 سال پیش در نزد بلند آشیانه‌های پایتخت هم ساکنان تنور می‌ساختند و در آن نان می‌پختند. اما شهردار دوشنبه با قرار آنها را تخریب کرد و گفت این تنورها سیمای شهر را می‌کاهانند.